به نام خداوند بخشنده مهربون. سلام بچه ها. تا حالا شده کسی بهتون بگه دختر بودن یعنی ضعیف بودن؟ خب امروز میخوام یه داستان براتون بگم که نشون میده دختر بودن یعنی قوی بودن، یعنی نور بودن، یعنی افتخار پیامبر بودن. با من همراه باشین تا این داستان قشنگ رو بشنوید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. خیلی وقت پیش در زمان پیامبر مهربونمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله، مردم شهر مکه و مدینه بیشتر کشاورزی و دامداری می‌کردند و درآمد خود را از این دو راه به دست می آوردند. آن زمان بیشتر مردم وقتی بچه دار می شدن دوست داشتن بچهشون پسر باشه، چون اگه دختر می شد دیگران آنها را مسخره می کردن. آنها فکر می‌کردند پسر میتونه کارهای سنگین انجام بده یا در جنگ شرکت کنه و برای خانواده چیزی بیاره. دشمنان پیامبر وقتی میدیدن پیامبر پسر نداره مسخره‌اش میکردن و بهش لقب ابتر میدادن، یعنی کسی که نسلش ادامه پیدا نمیکنه. اما وقتی دختر پیامبر حضرت فاطمه زهرا به دنیا آمد، پیامبر خیلی خوشحال شد. او نماز شکر خواند و از خدا به خاطر این نعمت بزرگ تشکر کرد. پیامبر چند روز جشن گرفت. آخه او میخواست به همه نشون بده که داشتن دختر چه نعمت بزرگیه. خداوند هم سوره‌ای در قرآن به نام کوثر فرستاد که یعنی خیر و برکت فراوان. نسل همه امامان بزرگوار ما از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ادامه پیدا کرد، مثل امام حسن و امام حسین علیه السلام و بقیه امامان. از آن زمان پیامبر و خداوند این رسم بد و نادرست را که فقط پسر را دوست داشتند از بین بردند. از آن روز همه چیز زیباتر شد و احترام به دختران یک کار مهم و زیبا شد که همه باید یاد بگیرند. بچه‌های خوبم، داستان ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. تا داستان دیگر، خدا نگهدار.